آقای سوار یه اتوبوس واحد خالی شد، تا سوار شد این میله رو گرفت. مردم گفتن آقا این همه صندلی خالیه، خب برو بشین. گفت بابا 10 دقیقه دیگه همینم گیرم نمیاد. راننده اتوبوس اومد گفت بلیت. بره بابا، تو اگه آدم بوده اونی که دیروز دادم پاره نمی‌کردی. از تای اتوبوس یکی یکی این بلیت‌ها رو دست به دست کرد، همه 30-40 تا بلیت شد، گرفت گذاشت تو جیبش. یک گفت آقا جان بلیت بده به آقای راننده. گفت راننده عصبانی حالا میگیره همه رو پاره میکنه. ادامه این لطیفه اینطور است که آقا رفت تای اتوبوس، گلاب بروتون نشست. مردم گفتن آقا این کارا چیه تای اتوبوس میکنی؟ گفت بابا این آقای راننده همش داد میزنه برین عقب برین عقب برین عقب. ما پاشد بر رو برداشت به یه دختره نگاه میکرد وسط اتوبوس، تا دیگه دختره زله شد. گفت یک بری. گفت خانم اشتباه گفتی، بیر اکی. حالا اسم شما عاده نمده؟ دختره گفت غزال. گفت بندم عباس. پیاده شدن داشتن کنار خیابون میرفتن. گفت خانم آهو خانم. دختر گفت آهو نه عزیزم غزال. بابا حیوان با حیوان فرق نمیکنه که. خلاص شماره تلفنی رد و بدل شد و فرداش زنگ زد خونه دختره، باباش گوشی رو برداشت. گفت الو ببخشید منزل غزال خانمه؟ بابای گفت برو فلان شد. تق گوشی رو زد زمین. بیرون دیدش و گفت بابا من زنگ زدم گفتم منزل غزال خانمه، بابات به من فحش داد. چرا؟ خب عزیز من تو که دیدی بابام برداشت یه جای دیگری میگفتی غلط میکردی. فرداش دوباره زنگ زد، باز بابای برداشت. الو ببخشید اونجا میدان انقلابه؟ بله میدان انقلابه. گفت پس بی زحمت گوشی ها بده به غزاله. داد به غزاله. گفت غزاله بابا اونجا که نمیشه هر دفعه این بابات میاد به من دریوری میشه، بیا فردا بریم پاش بشینیم صحبت زندگانی بکنیم، اگر تفاهم داشتیم بنده بیام خواستگاری، اگر نه خداحافظ. بابات نفهمه خداحافظ. قرار رو گذاشتن فردا توی پارک نشسته بودن، یه جا دیگه دختره گفت ای وای عباس بابام. گفت هیچ نترس خون سرد خودت، اگه پرسید کیه بگو داداشمه. خلاص رفتن خواستگاری. این لطیفه دار، این 22 تا سرهم کردم. رفتن خواستگاری، با زیر شلواری رفت خواستگاری. پدر دختر گفت آقای محترم اومدی خواستگاری قدم سر چشم چرا با زیر شلواری؟ بود آقا گفتم شاید وصلت شد، خلاصه شب اینجا ماندیم دیگه. دختر خانوم با یه سینی چای آمد. 7-8 تا استکان چایی، اما قندون توش نبود. تا دلا شد گفت اگه نمیرینی برو قندشم بیار. رفت با قند اومد. گفتن خب آوازه بگم. خلاصه گفت خانم شما از محسنات دخترتون صحبت بکنید ببینیم به درد ما میخوره یا نمیخوره. مادر دختر گفت حالا دختر من مکانیک خونده، کنگفو، جودو، کاراته و قهرمان بوکس زنان، همچنین اتومبیلانی، تیراندازی، اسب. شما چطور؟ والا اون دو که دختر شما محسنات داره، لابد بندم باید دیپلم کورنشوری و ظرفشوری و گردگیری و آشپزی، اقلا دیگه خانم لطف کنن زحمت زایمان رو بکشن. گفتم بسیار. شغل شما چیه؟ گفت بنده قاضی هستم. نه بابا قاضیه پسر. ببخشید کدام شعبه؟ خب شعبه من نیست، سیار هستیم. من مگه قاضی هم میشه سیار باشه؟ گفت بله
شما زنگ بزنید شرکت بوتان غاز، بپرسید عباس غازه کیه، ما غاز پخش میکنیم. تمام شد. خلاصه نامزد کردن. گاهی پسره میرفت دیدن دختره. یه روز دختره گفت عزیزم تو امروز دیر کردی سر من درد گرفت. گفت سرت بیار جلو. خوب شد. یه 5 دقیقه بعد گفت عزیزم لپا من میخوره. لپاتم بیار جلو. گفت وای هر جا رو ماچ میکنه خوب میشه. راستش چند روزی گلومم درد میکنه. گفت گلوتم بیار جلو. 2-3 دقیقه بعد گفت میدونی چیه؟ پیرزن لای دردید نه داره اوضاع خطری میشه. اومد جلو گفت نه پسرم الهی قربونت برم مادر، حالا که هر جا رو ماچ میکنی خوب میشه، بی زحمت یه بوسم به این بواسیر من بکن.